به نام خداوند بخشاینده و مهربان. 8 مارس روز جهانی زن است. اما برای زنان افغانستان این روز یادآوری 3.5 سال تاریکی، سرکوب و حذف سیستماتیک است. رژیم مستبد طالبان زنان را از ابتدایی ترین حقوقشان محروم کرده است. مکاتب و دانشگاه‌ها بسته شده‌اند. زنان از کار اخراج شده است. سفر بدون محرم ناممکن است. حتی گشت و گذار در فضای عمومی جرم پنداشته می شود. این فقط یک بحران حقوق بشری نیست. این یک جنایت سازمان یافته است که نیمی از جامعه را از زندگی حذف کرده است. زنان معترض، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران بازداشت، شکنجه یا ناپدید شده‌اند. خانواده هایی که دخترانشان را از دست داده‌اند حتی حق دادخواهی ندارند. میلیون ها دخترانی که آرزوی تحصیل داشتند اکنون در خانه ها زندانی شدند. زنانی که نانآور خانواده بودند به گدایی روی آوردند. طالبان میخواهند زنان را از تاریخ حذف کنند. و جهان چی کرد؟ نظاره‌گر بود. محکومیت‌های بی اثر، وعده‌های پوچ، اما تغییری نیامد. این سکوت خیانت در حق زنان افغانستان است. اما زنان افغانستان تسلیم نشده در خیابانها، در خانه‌ها، در خفا مبارزه کردند. 8 مارس برای ما فقط یک روز در تقویم نیست، بلکه فریاد زنانی است که نمیخواهند از تاریخ حذف شوند.